انواع مختلف سحر و جادو. حکم این جادو یعنی تظاهری چیست؟ حکم این چیست که برای اطفالتان بسته از ابزار جادو بخرید که با آن شعبده بازی انجام دهند و کارت را پنهان کنند. یک کارت را انتخاب کن. این در حقیقت چیزی است که بدون شک حرام است. چرا؟ چون این به نحو تقلید از جادوگران است. چون باعث می شود که آنها به جادو و جادوگران علاقه پیدا کنند و آنها را تشویق به یاد گرفتن جادو می کند و در نهایت برای آنها یک وابستگی نسبت به جادو و جادوگران ایجاد می کند و این قدم ابتدایی به سوی فراگیری جادوی واقعی است. بنان خریدن همچو ابزار برای اطفالتان مجاز نیست. هر گونه علم دیگری که به جادو ربط داشته باشد عین حکم را دارد. به طور مثال فالبینی، غیبگویی، فال چای، کفشناسی، پیشبینی. یک فالبین که بگوید من می توانم بگویم که موتر شما را کی و از کجا دزدی کرده. فرد دیشب پنجره شما را شکسته و من می توانم بگویم که او کی بوده. افرادی که غیبگویی می کنند تمام اینها حرام و تحت حکم جادو هستند. Under the ruling of magic, and everything that I've said applies to them. What about these people we see on TV? What about David Blaine? افراد چون دیوید بلیم، کریس اینجل و غیره رو که در تلویزیون میبینیم چطور؟ حکم مشاهده آنها چیست؟ گفته می شود که این افراد برای نمایش خود از ترفندهای دوربین یعنی کامرا و یا استودیو و تصاویر پردازش شده کامپیوتر استفاده می کنند. حتی اگر چنین باشد باز هم مشاهده نمایش آنها حرام است. اما نظر به علم اندک که من دارم و الله بهتر می‌داند، برای من چنین به نظر می‌رسد که اینها واقعاً از جادو کار می‌گیرند و این واضح است که تعریف جادوگر یعنی ساحر خیلی به آنها صدق می‌کند و بعضی کارهایی که می‌کنند اصلاً با ترفندهای کامپیوتر قابل بیان نیست. حتی اگر چنین می بود باز هم مجاز نیست که این برنامه ها را مشاهده کنید، چون این چیزی است که باعث ایجاد علاقه نسبت به جادو و جادوگران می شود، باعث دوست داشتن کسانی می شود که دشمن الله و رسولش هستند. بنان در هر حال مجاز نیست، اما چنین به نظر می رسد که اکثر آنها واقعا جادوگر هستند و مشاهده آنها خطرناک است. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید هر کسی که نزد فالبین برود و از او چیز را بپرسد نمازش تا 40 روز قبول نمی شود و هر کسی که به حرف آنها باور کند با آنچه که به رسول الله نازل شده کفر ورزیده. نظر برای اکثر علما که به این سوال پاسخ داده اند مشاهده جادوگری که غیبگویی می کند شما را از کسانی می سازد که 40 روز نمازش قبول نمی شود. و باور کردن با آنها شما را از دایره اسلام بیرون می کند. مشاهده چنین افراد در تلویزیون باعث می شود که نمازتان برای 40 روز قبول نشود. الله بهتر می داند. باور کردن به جادو و قدرت آنها شما را کافر می سازد. پس این یک موضوع خیلی جدی هست. چرا مردم رو به جادو می آورند؟ بعضا مردم داخل سحر و جادو می شوند چون آنها دست به کارهایی می زنند. چیزهایی از قبیل شعبده بازی، مثلا چیزی را در یک آستین می گذارند و از آستین دیگر بیرون می کنند و می خواهند که بیشتر و بیشتر بیاموزند، مثل اعتیاد به مواد مخدر. و این برایشان کافی نیست که فقط سکه را ناپدید کرده و آنها را در دست دیگر پدیدار کنند و باید بیشتر و بیشتر بیاموزند تا اینکه شاید از چیزهای چون تخته ویجی کار بگیرند که با واسطه آن شیطان را فراخوانند و وقتی در دام شیطان افتادند پیشتر و پیشتر می روند. بعضی ها نادانسته داخل جادو می شوند چون کتاب‌هایی را می‌خوانند که می‌گوید این کار را بکن. این باعث می‌شود که محبت خانمت نسبت به تو بیشتر شود، محبت شوهرت به تو بیشتر شود. این باعث می‌شود که دشمنانت از تو متنفر شوند. این باعث تخریب دشمنانت می‌شود. اینها را بنویس، این چیزها را بخوان و این کارها را بکن. پس مردم از راه‌های مختلف داخل جادو می‌شوند. بعضی‌ها از خواهشاتشان ثروت، شهرت و دارایی پیروی می‌کنند. بعضی‌ها تحت تاثیر خواهشات دنیوی خود قرار می‌گیرند که بعداً به آن خواهیم پرداخت. بعضی‌ها به تدریج رو به جادو می‌آورند. به تدریج قدم به قدم از ترفندهای ساده شروع می‌کنند. همین طور پیش رفته و در نهایت به جادوی واقعی روی می‌آورند. و بعضا مردم این معلومات را در کتاب‌ها می‌یابند و نادانسته به آن باور می‌کنند که چیز خوبی است.
و وقت به آن آغشته شدند در چنگ شیطان می افتند و وقت در چنگ شیطان افتادند به جادوی واقعی مبتلا می شوند. امروزه طبقه ممتاز جامعه میلیون ها دلار را صرف برنامه های تلویزیونی مانند استعداد برتر امریکا، استعداد برتر انگلیس، رازهای بزرگ جادو می کنند که همه این برنامه ها سحر و جادو را ترویج می کنند. آنان در حقیقت سرمایه گذاری در ترویج جادو و ترغیب مردم به آن می کنند و با واسطه این پروژه می خواهند جامعه را به این باور برسانند که انسان ها قادر هستند که به قدرت ماورایی و یا قدرت خدایی برسند. این ویدیو مثالی از هزاران برنامه‌های تلویزیونی هست که ترویج دهنده سحر و جادو می باشند. ببینید که دسیسه پنهانی در عقب این برنامه‌ها چیست؟ چون ما انسان هستیم، ما همه فکر خاصی داریم. ذکاوتمان ما را قادر به این می سازد که خدای کائنات خود باشیم. و در نتیجه عده کثیری این جادوگران را من حیث بت یعنی خدای خود قبول دارند. فکر کنید چه اتفاقی خواهد افتاد وقت دجال یعنی بزرگترین جادوگر بیاید و با معجزات دروغین خود دعوای خدایی کند. کابالا چیست؟ کابالا جادوی قدیمی یهودیان است که امروزه توسط طبقه ممتاز یعنی ایلومیناتی به کار برده می شود. آنها از اعداد و علامات به منظور برقراری ارتباط با جنیان استفاده می کنند و با بکارگیری این اعداد و علامات در رخدادهای بزرگ بندگی خود را به سرور خود یعنی ابلیس اظهار می کنند. A lot of what's happening today اکثر اتفاقاتی که رخ می‌دهد در همین زمینه هست و درک آن برای مردم خیلی دشوار است. اما اگر آن را مطالعه کنی خواهی دانست که اکثر مردمی که در کنترل اجتماع دخیل هستند در حقیقت شدیداً داخل این علم یعنی جادو هستند و این را وقت خواهید دانست که تحقیق کنید. اکثر مردمانی که در صنعت فیلم، موسیقی و اخبار مشغول هستند می دانند که چگونه اذهان مردم را کنترل کنند. خواه این کار را توسط همین جادو می کنند، خواه توسط نیروی تکنولوژی و جادوی برتر. نتیجه یکی خواهد بود. مردم را می بینی گویی که توسط نیروی گرفته شده اند. این واقعا عجیب است که ستلایت ها را در ارتفاع 22,000 مایل قرار می دهند چون اعداد 11, 22 و 33 اعداد خاصشان هست، چون ضریب 11 را در خود دارند و چیزهایی از این قبیل. خب من نمیدانم، اما همه ما می خواهیم از این چیزها سر در بیاوریم، اما این چیزها حقیقت دارند. جادو و یا هرچی آن را می نامید حقیقت دارد. در این سالهای آخر برایم خیلی واضح شده که چگونه نیروی در عقب این همه اتفاقات کار می کند و حال برایم بیشتر واضح شده که چرا این همه احادیث و دعاها برای حفاظتمان در مقابل این چیزها وجود دارد. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. This is evil. And also أعوذ بكلمات الله من همزات الشياطين. شما میدانید اینها نفوذ شیاطین یعنی جنها هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید حاضر میشوند. بنابراین بعد جنیان واقعیت دارد و متاسفانه مردم هستند که کاملا در این زمینه مشغول هستند و سعی به آوردن جنیات از آن بعد به این بعد را دارند و این نقطه است که همه چیز خیلی عجیب می شود. منتظر قسمت های بعدی باشد ان شاء الله.